نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما عزیزان. تشکر میکنم از دوست عزیزمون مهرزاد از کرج. چقدر خوب به شکست خفتبار رژیم در مذاکرات با 5+1 اشاره کردی. در مورد طنز پرتاب عظمابر که خواسته بودی، این هفته به خاطر طنزهای سالمرگ دجال متاسفانه جایی برای پخشش نداریم، ولی حتما در دستور کار قرار بدیم و پیشنهادت رو انجام. دوست گرامی مرجان نیک، با تشکر از ایمیل پرمحبتتون اجازه بدین که پاسختون رو جداگانه براتون بفرستیم. از فرصت استفاده کنم همینجا باید تشکر بکنم از یاران و پشتیبانان پیک شادی که با مطالب ارسالی شما رو پشتیبانی کردن: ابوالفضل اخباری، جواد جمشیدی، حمزه آذرک، حسن خان از کرج و دوست گرامی رها. به خصوص مطالب و شعرهای بسیار جالبتون مورد استفاده قرار گرفت. دوستی با اشاره به دروغ پردازی‌های آیت الله BBC و یادآوری مصاحبه‌ای که زنده یاد احمد شاملو در مورد این به اصطلاح رسانه دروغ پرداز داشت، شعری نوشته که من به خاطر محدودیت وقت ناچارم که بخشی از اون رو بخونم. از آن روزی که BBC شنیدم به حرف احمد شاملو رسیدم. حرامزاده ترین سانسورچی قرن، اشاره به عبارتی است که احمد شاملو در مصاحبه خودش برای BBC به کار میبره. حرامزاده ترین سانسورچی قرن، به جز آخوند همچون او ندیدم. به حق نامش نهادند آیت الله، برایش این صفت را برگزیدم. ز غیظ و کینه اش نسبت به ایران، ز خرسندی و شادی پر کشیدم. دوستان عزیز، سلماز و بهروز از ارومیه ما رو خیلی خجالت دادید. امیدوارم که شایستگی لطف شما رو به دست بیاریم. در مورد طنز ملا حسنی نماینده جنایتکار خامنه‌ای در ارومیه توضیح داده بودید و خواسته بودید که اجرا بکنید که امیدوارم این هفته از خجالتتون در اومده باشید. همینطور همه دوستان عزیزی که اشاره کردن به مباحث مختلف در مورد سالمرگ دجال و خواهان این بودن که با توجه به اینکه رژیم تبلیغات خودش در مورد سالمرگ این دجال رو شروع کرده، ما قطعات طنزی پخش بکنیم، دیگه مورد به مورد پاسخ نمیدم. امیدوارم که در حد امکان به این درخواست شما دوستان عزیز در این برنامه پاسخ داده باشیم و چیزی کم نباشه.